صادق ارتیقوف که تا 2 سال پیش در حجت‌هایش کیمسنبک قادیروف نام برده میشد، روز 6 اپریل با گمان دست داشتن در ترکش 3 اپریل در متروی سنت پتربورگ بازداشت شد. هرچند رسانه‌های روسیه نوشتند که از منزل زیست او مواد ترکنده پیدا شده است، ولی تا هنوز نسبت به او عیب اعلان نشده است. ذکرالله قادیروف برادر صادق ارتیقوف روز 5 ایون بر رادیو آزادی گفت 2 ایون دادگاه بنابر پیدا نشدن دلیل قرار کرد که برادرش همراه با 4 قرقیز دیگر در بازداشت باقی میماند. همراه با ارتیقوف برادران عظیموف‌ها نیز در بازداشت نگهداری میشوند که گمانبران اصلی در ترکش متروی سنت پتربورگ هستند. ذکرالله قادیروف در صحبت بر رادیو آزادی گفت روز جمعه بود. там же اعلانش خوندم گفت 2 سپتامبر پرادیلی گفت هم هست یک بار. ذکرالله میگوید پس از 2 ماه بازداشت باری اول با برادرش در تالار دادگاه صحبت کوتاهی داشته است. او گفت صادق ارتیقوف از او خواهش کرد تا وکیل دفاعش را که از جانب دولت تعیین شده است عوض نمایند. با تاکید به بیگناهیش صادقوف گفته است با وکیلی از جانب دولت تعیین شده باور ندارد، زیرا به نفع زیر حمایه‌اش کار نمی‌کند. من خدیدمش من هم که گفت که در کلیدو یعنی همه گفت که اولاکست نست تمام ایرا سرور نه چیکو بازی بزرگی بازی من زنگ زدم امروز در استرس پراکرور اومد که پراکرور سیستم گاب زدیم یعنی 2 ساعت ما گفتم که من این ابراکات استناد میکنم ادامه خدمت میمونم گفت رشوه نیتای. مقامات روسیه روز 6 اپریل صادق جان ارتیقوف را با اتهام ارتباط به بمبگذاری متروی سنت پتربورگ که 3 اپریل رخ داد بازداشت کردند. مقامات روسیه گفتند که اکبرجان جلیلوف گمانبری اصلی در ترکش متروی سنت پتربورگ قبل از انجام حمله به این نفر زنگ زده است. صادقوف در یک منزل با برادران اکبر و اکرم عظیموف‌ها شهروندان قرقیزستان که با عین اتهام در بازداشت نگهداری میشوند زندگی میکرده است. صادق ارتیقوف 39 سال داشته زاده ولایت ختلان است. در سال 1997 همراه با پیوندانش به شهر ترسونزاده کوچیده آنجا زندگی میکرده است. با گفته پیوندانش تا زمانی بازداشت دوام 15 سال در روسیه در یک آشپزخانه به حیث آشپز کار میکرد. آنها به دست داشتن او در ترکش متروی سنت پتربورگ که 16 کشته و 60 زخمی گذاشته بود باور ندارند.